شرکت تویوتا که بهترین خودروسازی تو دنیاه، اخیراً یه محصولی معرفی کرده به اسم الیکس 700. قبلا که الیکس 600 بود که تک و توک هم تو ایران میدیدیم، الان الیکس 700 رو معرفی کرده. قیمتی که برای این ماشین گذاشته یه چیزی حدوداً 130 تا 140 هزار دلاره که با پول ما یه چیزی حدوداً 17 میلیارد تومان میشه. حالا خود تویوتا با این همه اعتماد و آبرو و اعتباری که تو دنیا داره، روی لاکچری ترین محصولش نهایتا 3 تا 4 میلیارد تومان داره سود میبره. خب حالا اینو تا اینجا داشته باشید، میخوام یه چیزی بهتون بگم پشم ریزون که نیست در جهان. دو تا شرکت اومدن گفتن آقا ما میخوایم لندکروز سری 300 2025 رو وارد کشور کنیم. گفتن بیایید، مشکلی نداره. قبل از اینکه این ماشین رو وارد کشور کنن، ثبت نام این ماشینا رو گذاشتن 35 میلیارد تومان. حالا قیمت لندکروز 2025 سری 300 که قیمت جهانیش کلا 50 تا 60 هزار دلار، یعنی یه چیزی حدوداً 7 تا 8 میلیارد تومان. من مطمئنم، به شما قول میدم این ماشین بیاد تو ایران 50 60 میلیارد تومان روش قیمت میذارن. البته همین الان هم همین قیمت ها موجود هست تو کشور. حالا اینو میخوام بگم، خود شرکت تویوتا روی یه محصول 17 18 میلیارد تومانش داره 4 میلیارد سود میبره. اینا روی یکی از محصولات تویوتا که کلا 7 میلیارد تومانه دارن بالای 40 میلیارد سود میبرن. میدونید یعنی چی؟ یعنی اینکه ماشینی که خود تویوتا داره میده 60 هزار دلار، اینا میخوان به مردم بدن نیم میلیون دلار. سوال من اینه، این مملکت ما مسئول داره یا کاسب و دلال جیب مردم؟ چه خبرتونه؟